بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا انصاری هستم، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. من علی هستم، از اصفهان مزاحم میشم. آقا علی از اصفهان، بفرمایید برادر گرامی. آقا علی، برنامه ما موضوعش هست ولایت تکوینی ائمه. در این مورد اگر مطلبی دارید بفرمایید. حاج آقا انصاری، از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم. واقعا برنامه آموزنده به اصطلاح که مردم واقعا حقیقتا متوجه میشن. من دو تا سوال از خدمت شما داشتم. اگر در رابطه با موضوع برنامه است بفرمایید. در رابطه یکی این که به اصطلاح قبر حضرت زهرا کجاست؟ اینا به ما میگن علی شبانه حضرت زهرا دفن کرده و قبرش نامعلومه. اینا اگه شما توضیحات به اصطلاح برای ما بدید. به اصطلاح سوال بعدی. یکی هم حاج آقا انصاری میگن سلمان فارسی زمانی که به دستور حضرت علی اقامتش داد به شهری که به مردم هدایت کند، سلمان فارسی موقعی که رفت وصیت کرده بود که منم نشورید به علی میاد منم میشوره. موقعی که سلمان فارسی نمیره خبر به علی میدن، حضرت علی میدن، علی مثلا سلمان ها برای شما سلمان بلند میشه سلام میکنه، حضرت علی میگه بخواب سلمان رو راحت. آیا هم چیز صحت داره یا نه؟ باشه چشم. که سلمان دوباره مجدد زنده شه. درست. چشم، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز اصفهانی. خیلی ممنون، تشکر از لطفتون. سلام برسونید، خداحافظتون. خدا نگهدارتون. برادر عزیز، در مورد قبر حضرت زهرا پرسیدید. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه به قبرها اهتمام بود که بگید که گنبد و بارگاه بسازن و سنگ قبر بذارن و اسم بنویسن. همین بقیه‌ای که میبینید الان دقیقاً در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان، در زمان خلافت علی، در زمان خلافت حسن ابن علی، در زمان خلافت معاویه تا حدود قرن هفتم هجری وضعیت به همین صورت بود. هیچ قبری نه تخت سنگی داشت روش، نه اسمی روش نوشته بود، نه اینکه بفهمن که مثلا این قبری که امروز میگن قبر ام المؤمنین عایشه است، قبر بقیه همسران پیامبر هست، قبر دختران پیامبر هست، قبر بعضی از صحابه‌ای که معروف هستن. هیچ کدام اینها دلیل قطعی تاریخی نداره که این قبر فلان شخص هست، چون اهمیت نداشت برای صحابه و برای اهل بیت که بیان و گنبد و بارگاهی بسازن. در قرن هفتم بعضی از صوفی های گمراه اومدن گنبد و بارگاه هایی ساختن برای این قبرها که الحمدلله بعد از حدود 300-400 سال حرکت توحیدی که در شبه جزیره عربستان ایجاد شد، همه این شرکیات و کفریات رو برداشت و دوباره بقی به همون حالتی برگشت که در زمان اهل بیت و صحابه و پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت. و در مورد اینکه چرا شبانه دفن کردن، دقیقاً یعنی در مدینه منوره یک سری عادات و تقالید خاصی داشتن. اینکه زنها رو در شب دفن می‌کردن و مردها رو در نماز جنازه اونا دعوت نمی‌کردن. و حتی اگر دیده باشید کسایی که به مدینه منوره رفتن، تابوت زنها و تابوت مردها فرق میکنه. یک کمانی رو تابوت زنها وجود داره که پارچه روش میندازن و این طبق وصیت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که از بس حساس بودن در این که نباید مردهای بیگانه حتی اون جسم اونها رو در روی تابوت ببینن، همیشه این مسئله آزار میداد، تا که اینکه این موضوع رو با ام سلمه مطرح کردن و ایشون گفتن که ما در حبشه میدیدیم که موقعی که به حبشه هجرت کرده بودن که رو تابوت
زنها یا خانمها یک کمانی میزدن و یک پارچه روش مینداختن تا این برآمدگی جسم زن معلوم نشه برای مردهای نامحرم. و ایشون وصیت میکنند و بر اساس همون وصیت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها تا امروز در مدینه منوره، اگر اشخاصی که رفتن شاید دیده باشن، در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم تابوت‌های خانم‌ها این چیز داره، این کمان آهنی که روش یک دستمالی هم میندازن وجود داره. و در مورد اینکه سلمان فارسی، این یک دروغی است که این آخوندا ساختن برای فریب شما. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه طی الارض داشته و نمیدونم از مدینه یک الاغی رو آورده و سوار شده و خلاص رفته به مدائن و سلمان رو در اونجا شسته و دفن کرده. دروغایی است که برای گرم کردن مجالسشون آخوندا میبافن. یعنی یک کمی اگر انسان از عقلش استفاده بکنه، علی که این همه قدرت داشت که از مدینه در ظرف چند ثانیه بره به مدائن، خب از مدینه ظرف چند ثانیه میرفت تو قصر معاویه، با شمشیرش میزد گردن معاویه رو، دیگه نه جملی رخ میداد، نه این همه صحابه کشته میشدن، نه این همه یارانش کشته میشدن، نه این همه فتنه ها به وجود می اومد. چرا وقتی که سلمان میخواد بشوره، آیا شستن سلمان مهم بود یا حکومت اسلامی و خلافت و امامتش؟ طبعا خلافت و امامت مهمتر بود، چون اگر میرفت همین طی الارضی که رفت تا مدائن، همینطور با یک چشم به هم زدن میرفت در دمشق و معاویه رو داخل قصرش میکشت، دیگه خلاص نه صفینی به وجود می اومد و نه جملی و نه این همه مشکلات. این دروغ‌هایی است که ساختن. من از کتاب چیز نشون دادم، بهار الانوار، وقتی که بخوان دروغ بگن چنان دروغ‌هایی میبافن که یعنی واقعا میگن دروغگو حافظه نداره. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه کراماتی داشته. من یک نمونهش رو خدمتتون نشون بدم. این بهار الانوار دوستان نشون بدن، صفحه بعدیش شناسنامه کتاب در روایت 17 صفحه 144 میگه یک روزی در جلد 41 یک روزی سلمان اومد به علی گفت که عمر به شیعیانت بد و بیرا گفته. حضرت علی چیکار کرد؟ فاستقبله فی بعض طرقات بساتین المدینه، در یکی از باغ‌های مدینه سر راه عمر رو گرفت. و فی ید علی علیه السلام قوس عربیه، و در دست علی یک کمان عربی است. فقال یا عمر بلغنی عنک ذکرک لشیعتی، شنیدم که بد و بیرا شیعه من گفتی. فقال اربع علی ذلک، برگرد برو. فقال علیه السلام، علی گفت انک لا هنا، همینجا وایستا. ثم رمى بالقوس على الارض، این کمانش رو انداخت به زمین. فاذا هی ثعبان کالبعیر، یک ماری شد، یک اژدهاری شد مانند شتر. فاغر فاه، دهنش رو باز کرد. و قد اقبل نحو عمر لیبتلعه، رفت به طرف عمر که عمر رو بخوره. فصاح عمر الله الله یا ابوالحسن، الله الله ای ابوالحسن، این کارو نکن. و خلاصه بعد حضرت علی کمانش رو برداشت و این اژدها دوباره به حالت اولش برگشت. هر شیعه عاقل در اینجا باید بپرسه شیعه علی برای علی مهم است یا همسر علی؟ شیعه علی مهم است یا دختر پیامبر؟ زمانی که عمر اومد خونه دختر پیامبر رو ادعا میکنن به دروغ، آتیش بزنه، به دیوار لگد زد، پشت در فاطمه رو فشار داد، سقط جنین کرد، از برای خدا این اژدهای علی کجا بود که این اژدها رو ول نکرد تا این عمر رو بخوره کل مسلمین راحت بشن؟ البته اون عمری که اونا اعتقاد دارن، عمری که ما بهش اعتقاد داریم، نه این جرأت داشت که در خانه علی رو بشکنه، نه این جرأت داشت که در خانه علی رو آتیش بزنه، نه این جرأت داشت که علی رو فاطمه رو پشت در بین در و دیوار قرار بده. و نه اون علی ما به خاطر ناموس یک زن مسلمان قبیله یهودی رو تارمار کردن در مدینه. فقط چیکار کرده بود این یهودی؟ چادر یک زن مسلمان از سرش برداشته بود. این علی بی غیرت که برای مردم ساختن، اون علی ابن ابی طالب شیر خدا نیست. علی اگر یک تار موی فاطمه رو کسی چپ نگاه میکرد به طرفش دنیا رو با آتیش میکشید. از یک طرف وقتی دروغ بگن سر منابر، اینطوری دروغ میگن. اژدها داشته حضرت علی. بعد غیر از اژدها یک لگد عجیب و غریبی هم داشته علی. اینا بهار الانوار رو نگاه کنید دوستان.
میشناسنامش صفحه 332 روایت 12. علی گفته امیرالمومنین علیه السلام لما قال لو شئت لرفعت رجلی هذه فضربت بها صدر ابن ابی سفیان بالشام فنکسته عن سریره. اگر بخوام این لگدمو چنان بلند میکنم میزنم از مدینه تو سینه معاویه ابن ابی سفیان که از تختش در دمشق بیفته. خب بنده خدا اگه تو این لگدی به این درازی داشتی خب میزدی راحت میکردی مسلمان ها رو، 60-70 هزار نفر در صف این کشته نمیشدن. یعنی دروغایی که در کتاب ها اینا وجود داشته. یا این لگد تو در گوشه خونه که نشسته بودی این لگد رو میزدی از گوشه خونه پشت در عمر رو پرت میکردی اونور که نمیومد خونه تا آتیش نمیزد. ببینید این دروغ هایی که ساختن. در کتاب بهار الانوار در صفحه 329 و 330 در اینجا داستان یک میزابی است که ناودان آب باران که از پشت بام خونه نصب میکنن. یک ناودانی رو عباس نصب کرده بود پشت خونش به طرف کوچه. عمر رد شد گفت که اینو بردارین. حضرت علی که خبر شد گفت برگردانید این میزاب رو به اصطلاح به همون جایی که بوده نصب بکنید این ناودانو. بعد دعوا شد بین علی و بین عمر. بعد اینجا علی چیکار کرد؟ رفت شمشیرشو گرفت رو منبر گفت که اگر همه مردم فوالله لو خاصمنی اهل الارض فی المیزاب لخصمتهم ثم لقتلتهم بحول الله و قوته. اگر که این ناودان کسی دست بزنه همه مردم کره زمینم جمع بشن همه رو میکشن به خاطر یک ناودان. هر شیعه عاقل بعد از خودش بپرسه ارزش ناودان عباس بیشتره یا دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ این شمشیر و این مردانگی علی شما کجا بود که بیاد رو منبر از ناموس خودش دفاع بکنه؟ ما که میگیم این روایت ها همش دروغه. نه آتش زدنی بود، نه خانه شکستنی بود، نه در شکستنی بود، نه پشت در و دیواری بود. اصلا نه اون عمری که شما معرفی کردید و عمر ما نیست و اون علی که شما معرفی کردید علی ما نیست. اینا در فکر آخوندی گمراه این مترسکا ساخته شدن برای ترساندن مردم.